سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله برادر گرامی، مس ذکر یعنی انسان مرد باشد اگر دستش در شرمگاهش برسد یا اگر زن باشد دستش در فرجش برسد طهارتش باطل می سازد. اما اگر بدون حائل یعنی بدون دستکشک پریچتکه از قفاز است، اگر دستش در شرمگاهش برسد طهارتش را باطل می سازد. و حتی زنهایی که مثال کودکدار هستند، این نقطه مهم را خواستم میرسونم که اگر کودکان خرد دارند، کودکان را مثال نجاست میکنند، صحیح وقتی که آنها را که میشویند پاکیزه میکنند، اگر دست مادر یا که پدر همچنین اگر در یعنی که ذکر همون طفلک اگر برسد در همون شرمگاهش، باید که زن یا که مرد است یعنی که وضوعش را از نو بگیرد اگر بدون حائل دستش را برساند. فهمید دوست عزیز؟ و دلیل بر این که یعنی که مس ذکر، قبیدن ذکر، دست رسیدن در فرج یا که در همون ذکر مرد در شرمگاهش، دلیل بر این که یعنی که از شکننده های باطل کننده های طهارت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که میفرماید من مس ذکره فلا یصلی حتی یتوضا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کس ذکرش را مس میکند، همون شرمگاهش را یا که زن باشد فرجش را، فلا یصلی پس نماز نخواند حتی یتوضا تا اگر یعنی که چه وضو نگیرد، تا اگر وضو نگیرد، طهارت نکند، تجدید نکند طهارتش و وضوعش را، نماز نخواند. فهمید دوست عزیز؟ این حدیث را اهل علم با یعنی که جمیع شواهدش حسن شمردند. و همچنین حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که میفرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایما رجل مس ذکره فلیتوضا و ایما امرأة مست فرجها فلتتوضا. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر مردی که ذکرش را میرسد با دستش شرمگاهش را، پس چیکار بکند؟ وضو بگیرد، طهارت بکند. و همچنین امرأة هر زنی که مس بکند فرجش را، پس این زن یعنی که چه از نو وضو بگیرد، طهارتش را تجدید بکند. فهمید دوست عزیز؟ این است جواب اختصارا و بالله توفیق.